خدیجه میگوید ماهی سوم است که تنها با نان و تخم روز میگذرانند. عائله آنها از 6 نفر از جمله 2 کودک خردسال عبارت است. مردان خانواده در ساختمان کار میکنند. ماه ایون در انشاءات نو کار پیدا کردند، برای یک مدت پیش پرداخت گرفتند. آنها انتظار داشتند که در ماه آگوست بعد از به استفاده دادن بنا مزد خود را پوره میگیرند، اما تا هنوز منتظرند. من قرضدار شدم، باید برگردانم. به من الکی تهدید میکنند. فایزها زیاد شده. گرده های من درد میکند. حالم بسیار بد است. به زور برای دارو پول مییابم. هر دفعه از رهبر شرکت پول میپرسم. این خانواده از آن شکر میکند که حداقل سرپناه دارند. از منزلی که آنها اجاره می نشستند، بعد از آن که نتوانستند پولش را پرداخت کنند رانده شدند. رهبر شرکتی که آنها را به کار گرفته بود رحمش آمد و خانه را برای این عائله اجاره گرفت. از روی حساب و کتاب ها شرکت از ما 7 میلیون روبل قرضدار است. خورشید غفورов پودرچی کل را در نظر دارد که شرکت آنها را برای انجام کارهای پردازگری در بنای نوساخت جلب شده بود. در شرکت او اساساً مهاجران کار میکنند. همه آنها فعالیت قانونی دارند. این شرکت همچنین با حکومت اکاترینبورگ نیز همکاری میکنند. از این خاطر با گفته خورشید او هیچ انتظار نبود که در آخر کار ساختمانچیان او را برای وارد شدن به انشاءات اجازه نمیدهند و بعداً با تاریخ روز گذشته سندی را درباره صفت کاری قبول شده پیشنهاد میکنند و از پرداخت مبلغ صرفه می‌کنند. رهبری پودرچی کل نخواست با روزنامه‌نگاران واخورد. گذشته از این میگوید خودی مهاجران باید به او برای با نقص انجام دادن کارشان پول بدهند. فعالان اورال مهاجران را برای برگزار نکردن تظاهرات راضی نمودند. به جای این آنها نشست خبری تشکیل کرده بعد دادستانی مراجعه نمودند. نهادهایی هستند که با مقامات شریکند. در نوبت خود شرکت‌های ساختمانی وجود دارند که خود را با مقامات روی پوش میکنند و با این کارشان آنها را زیر ضربه میگذارند. دادستانی بعد از چنین رنگ گرفتن کار به تحقیق حادثه پرداخت. هرچند شرکت خورشید غفورov از این پیشتر برای کمک به مقامات پلیس مراجعه کرده بود. دادستانی میگوید فعالیت پودرچی کل را میسنجد. اگر گناهی وی ثابت شود موافق قانون جواب خواهد گفت. اما برای انجام تحقیقات هفته‌های زیاد لازم می شود، ولی ساختمانچیان میگویند نمیتوانند زیاد منتظر بمانند. آنها 1 ماه مهلت گذاشتند، در صورت غیر در نزد بنای پودرچی کل خیمه میزنند و گردی همایی میکنند.